نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اما بعد، برادرای محترم، خواهران عزیز، یکی صدقه جاریه هست و یکی هم صدقه موقت است. در قسمت صدقه موقت و صدقه جاریه اکثرا دوستا معلومات دارن، ولی موضوع خطبه امروز ما درباره گناه موقت و گناه جاریه هست که از این بسیاری از مسلمان ها غافل هستند. گناه موقت سه قسم گناه هست که سرش بحث باید انسان بکنه. یکی گناه موقت، یکی گناه جاریه، یکی گناه فردی است که دیگه در مقابلش گناه اجتماعی است. در حقیقت 4 اصطلاح است. گناه فردی کدام گناه است؟ گناهی است که مثلا یک نفر فردن تنها مرتکب یک گناه میشه و این گناهی از این به اندازه گناهی که کرده برش نوشته میشه. یک نفر در یک اتاق رفت، به تنهایی شراب خورد. یک نفر رفت زنا کرد. یک نفر دروغ گفت. اما گناه اجتماعی گناهی است که او انسان فحشا و منکر میخواه که در جامعه رواج پیدا بکنه و یا گناه را در بین مردم به شکل انجام میده که مثالش براتان بگویم که خوبتر بفهمین که نه تنها خودش بلکه یک تعداد زیاد امرای از او به او گناه مبتلا میشه. یک نفر ازدواج میکنه، شما جوانه هستین، اگر شما خودتان در یک اتاق برین و تا نصف شو ساز چالان کنین خودتان برقصین، این مربوط میشه به چی؟ به گناه فردی. یک نفر رقص خوشش میایه، سازم خوشش میایه، در یک اتاق داخل شد، دروازه را سر خود بسته کرد، تا می نیم شو تا که تانست دل خدا یخ کرد رقصیده رفت. این به فردش تعلق میگیره. اما وقتی جوان ازدواج میکنه و در عروسی خود مثلا 300-400 نفر خبر میکنه و در این عروسی خود ساز و رقص میاره، پس این در حقیقت در حکم این آیت قرآن داخل میشه که ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه. در جمله کسایی داخل میشه که اونا علاقمند از این هستند که فحشا و منکر در بین مردم رواج پیدا بکنن. پس گناهی از این شخص یک چند نیست که بگه والا من ساز آوردم در عروسین، یک ضرب 400 میشه. 400 نفر در محفل ازی به اساس سازی که آورده مصروف ساز میشه، پس گناهی ازی 400 چند میشه. یک دختر آرایش میکنه، مثال دیگهش، یک دختر آرایش میکنه، با آرایش و سر برهنه و لباس خراب از خانه مبراید تا مکتب و پوهنتون و دفتر میره
و پس میاد در 1000 نفر ای را میبینن. پس این گناه اجتماعی کرد. گناه ازی 1 ضرب 1000 میشه، یعنی 1000 چند برش میشه، چرا این 1000 نفر به همراه خود در معصیت داخل کرد. 1 نفر مجلس گرفت، در اون مجلس خود مثلا در میمانی خود شراب آورد و بالاخره مردم قوم خود به شراب خوری عادت کرد. پس گناه ازی از فردی انتقال کرد به گناه چی؟ به گناه اجتماعی. و در گناه اجتماعی خطرش اینمی است که به اندازه کسایی که به این گناه عادت میکنن و از گناه ازی استفاده میکنن و مبتلا به این گناه میشن، بر از این انسان این گناه چی میشه؟ به اندازه اونم قدر مردم سر از یک کاپی گناه های دیگه هم بالای ازی میه. من سن سنتا سیئتا فعلیه. شما میگین دلیل بیار بر ما. دلیلش حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است که من سن سنتا سیئتا، هر کسی که یک عادت زشت در بین مردم رواج بده، فعلیه وزرها و وزر من عمل بها. ببینید بالای از گناه خودش است و گناه کسانی که این کار کردن. یعنی بین قوم خود شراب خوری را رواج داد، بینشان زنا را رواج داد، بعضی گناه ها را مردم نمیفهمه، بعضی از خارج و از داخل و از اینجا بین از یا میاره. موسیقی های جدید رواج میته، ساز جدید رواج میته، گناه های جدید رواج میته، گیم های جدید رواج میته، کمسایی بازی را به نام گیم لدو رواج میته. و چند نفر دیگه را میگه تو بیا یک دانه گیمه که نو پیدا کردیم کل ما بشینیم ببینید 4-5 نفر کاکا و 5-4 نفر در زیر خیمه و در لب دکان شیشتن چی هست؟ این لدو هست. امی کسی که موبایل ازی هست و کل گیره میگه بیا این موبایل از من 4 چان پوره دارن. پس بالای ازی گناه خودش و گناه امی کسای دیگه که هستن. این گناه خطر گناه اجتماعی هست. گناه های اجتماعی اکثرا چه قسم میشه که بسیاری وقتا ما در مجالس خود در محافل خود گناه را بدعت ناروا را خوب میفهمیم که اینی نان خوردن در خانه اینمی متوفا ناروا هست. بخیزین وطن دارا ای خور رواج ماست، برین هجوم ببرین در خانه ازی مرددار و ای بدعت زنده کنین و روز سیر هم صاحب نه صاحب والا نتانستی یعنی امر الله را به خاطر رسول الله صلی الله علیه و شما اصنعوا لآل جعفر طعاما. جعفر رضی الله تعالی عنه وقتی که وفات کرد شهید شد، برش گفت که برین شما برای جعفر خانواده ازی شما غذا تیار بکنین، شما ببرین در خانه شان. آل برعکس از اون میگه که نه هجوم ببرین در خانه جعفر، چور کنین خانه شان. دیگه یکی گناه است موقت و یکی گناه است که چی است؟ جاریه. گناه موقت و گناه جاری با هم چی فرق دارن؟ گناه موقت گناهی است که یک نفر یک گناهی را میکنه در یک فرصت در یک جای، موقتا یک گناه را کرد، شراب خورد، زنا کرد، سرقت کرد، این گناهش موقت است، جزایش مطابق گناهش داده میشه. اما یک تعداد مردم هستن که گناه از اینا جاریه هست. گناه جاریه چی معنی؟ یعنی فایلی ازی حتی بعد از مرگش دفتر که کرامن کاتبین، ببینین کرامن کاتبین یک نفر شراب خورد، کرامن کاتبین نوشته کردن که فلانی شخص در فلانی وقت در فلانی لحظه در فلانی منطقه در فلانی جای با اینی چیز شراب خورد، نوشته شد، خلاص این نفر فوت کرد، خودش شراب خوردن، دفتر اعمالشان بسته شد. اما یک کس دیگه هست که بعد از مرگ هم دفتر اعمال از او گناه ها بر از او باز است و نوشته شده میره و بسیاری کسا متوجه نیست. عادی ترین مثالش یک نفر یک فکایی دروغ جور کرد و این فکایی دروغ خود در فیسبوک خود انداخت و این فکایی ازی چی جور کرد؟ تو باش یک فکایی جور کنم مردم خنده کنن، والا صاحب مرچکت فیل ازدواج کرد،
فیل وقتی که پیران برای جور کرد که آمد که در مرچه جور نمیامد. خب مردم وقتی که سیل کنه سر حیوانات هم دروغ گفتن است و دروغ به خاطر چی میگه؟ به خاطر که مردم بخندانه و این حرام است، قطعا این حرام است، ناروا است که یک نفر یک دروغ جور میکنه فقط به خاطر از اینکه مردم بخندانه. اینال اینمی دروغی که جور کرد این وقتی که در فیسبوک انداخت و این دیگرها دیدن و دیگرها برای دیگرها انتقال دادن و امیر روزی فوت کرد. تا روزی که اینمی فکایی در فیسبوک ها و در رسانه ها انتقال میکنه گناهی از این برای زمین شخص نوشته شده میره، جاریه هست حتی بعد از مرگش. اونمو قسم که عمل صالحی انسان است. یعنی می قسم که یک نفر مسجد جور میکنه و این خودش فوت میکنه، تا وقتی که این مسجد مردم در این نماز میخوانه یا مدرسه را تأسیس میکنه، تا وقتی که مردم در این مدرسه اطفال درس میخوانه یا مثلا کتاب برای مدرسه میخوانه، تا وقتی که از این کتاب استفاده میشه یا پل را جور میکنه، تا وقتی که مردم از این پل استفاده میکنن یا شفاخانه جور میکنن، تا وقتی که مردم از این شفاخانه استفاده میکنن یا چای را جور میکنن، تا وقتی که مردم برای از این حتی بعد از مرگ از این ثوابش نوشته میشه. اینمی قسم گناه ها هست. در قسمت ثوابا ما و شما زیاد شنیدیم صدقه جاریه و صدقه موقت، اما در قسمت گناه ها بسیاری کسا به تفاوت هستند. گناهی را میکنه که گناهی از این دوامدار است. رئیس تلویزیونه که رئیسای تلویزیون، رئیس صاحب تلویزیون محترم، تو رفتی 30 میلیون دلار آورد تلویزیون جور کردی، آل در بین از این تلویزیون تو هر روز به صدها کلیپ رقص ساخته میشه به خاطر 3 میلیون دلار تو است. پس وقتی که هر کلیپ رقص جور میشه و این کلیپ تو را 1 میلیون انسان میبینه، گناه تو گناه فردی نیست که تو بگی والا من گناه کردم، گناه تو 1 ضرب میلیون میشه. 1 کلیپ رقص جور شد، 1 رقاصه را کلیپش جور کردی، او ادیتوری که ادیت میکنه، او فیلم برداری که فیلم برداری میکنه و او رئیس تلویزیونی که رهبری زیرا میکنه، این 1 کلیپ زر اگر 1 میلیون انسان میبینه بر از 1 میلیون گناه نوشته میشه. چرا 1 میلیون انسان به معصیت الله دعوت کرده. و مشکل دومت چی است؟ رئیس صاحب تلویزیون، ادیتور صاحب تلویزیون، فیلم بردار رقاصه، کامرامین رقاصه، کارمند از اینجا که تو در اینجا کار میکنی در این جای، اینال گناهی تو گناه موقت نیست، گناه جاریه هست. گناه جاریه چی هسته؟ اینمی کلیپ جور شد و در اینمی روز یا دمی ماه یا 5 سال بعد فوت کردی، بعد از مرگ تو تا زمانی که این کلیپ رقص در دست مردم میرسه، تا اونمو وقت در مقابل هر فردی که ازی میبینه نوشته شده میره. القارعه ما القارعه و ما ادراک ما القارعه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. الله میگه شما میفهمین که روز قیامت چه قسم روز است؟ یوم یکون الناس، امی انسانهای بادی بلدر، امی انسانهای چاق، امی انسانهای کمربند سیادار، امی انسانهای پالوان و قهرمان، اینمی انسانهایی که خوب جانه. الله میگه یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، در او روز مثل پروانه های پراگنده می باشی، وزنکت بسیار بیوزن میشه. و تکون الجبال، و این کوههای بزرگ است، کالعهن المنفوش، مانند اونمو پنبه یا اونمو پشم ندافی شده هست که وقتی که وجود میشن باد میشه، این کوها باد میشن از قهر و از قهاریت خالق متعال. فاما، اینجا خطرناک است، خیر است که مکل فراش المبثوث شدم و تو شدی. فاما من ثقلت موازینه، هر کسی که باز دفتر اعمالش ثقیل شد،
باز او از این مستثنا هست. فهو فی عیشت راضیه. باز الله برش در روز قیامت زندگی میته که از زندگی خود راضی میباشه. و اما من خفت موازینه، اما باز کسی که اعمال صالحی ازی تخفیف شد. چه قسم؟ وقتی که در ترازو گذاشته شد، رئیس صاحب تلویزیون بیخبر است، 3 میلیون دلار تلویزیون ساخته، ادیتور صاحب بیخبر است، مدیر نشرش بیخبر است، ای رقاصی که می رقصه ای بیخبر است، ای آوازخانه که می خوانه بیخبر است، سیل میکنه که در فلانی تاریخ فوت کرده در سال 1396 هجری شمسی و خورشیدی، میگه ما وفات کرد فلانی خان. اما وقتی که میگه که 2000 سال بعد از روز قیامت شده، 2000 سال کله پای عزیز دست مردم تا بالا شده. یک قرن 2 قرن. پس برادر عزیز، او کسی که رواج نتین گناه رواج نتین، بسیاری کساس گناه را چیز میکنه. یک وقت ما در پانتون درس میخوانیم، یک کسی خوب هم ریش کلان هم داشت، خوب با تقوام بود. یک شب کل ما را جمع کرد، آورد ما را در بین اتاق خود میمان هستیم. خود رفتیم یک چای مای اترار آورد که خلاص شد، تق فیلم اندیر انداخت، فیلم انداخت. حالا بیشین بچه ها فیلم مسائل کنین. او بچه تو درس هست، ما برای درس آمد برشین، نه کلگی بیشین اینجا فیلم ها را برین سایل کنین. سر کل چند نفر همی افغانایی که بودن، سر از وا کلشان بزرگ سه بغیر از 2-3 نفر که تقوایشان قوی تر بود وارسه بر آمدن دیگه را کلش بزرگ سه خلاص شد و سایل کلگی فیلم مسائل. سباک آمده مرا میگه، برای ما استاد شد، مرا میگه چه کار خوب. من گفتم بر دعا میکنیم که الله متعالی 20 نفر گناه شده کلید. من گناه کردم؟ خیلی گناه نیست. تو 2 ساعت 3 ساعت برای مردم خودت رفتی فیلم آوردی و چالان کردی و کلگیری از درس ماندی و خودت چی هستی و کلگیری گناهگار ساختی. حالا بسیاری وقتا در یک خانواده مثلا گیم رواج نیست. بسیاری وقتا یک دیندار را سیل کنی تو بیا که یک گیم برات نشان بدم. اگر او گیم یک گیم هدفمندی باشه که در او کدام هدف باشه، خب من نمیبینم که یهود و نصارا و یا جوانایی که در اینجا هستن از چیزی که هدفمند باشه استفاده بکنن. سابق کمسایی بود، کسی که کار میکرد او را کمسایی باز میگفتن، او را لچک میگفتن، او را لندغر میگفتن، او را قمارباز میگفتن، او منفور جامعه بود. امروز اونمو مردمای لچک از طریق موبایل برشان گیم جور کرده، اون لدوباز است. لدوباز اونمو لچک است، اونمو قمارباز است، اونمو لندغر است، اونمو بدبخت است. تحت اونمو آیت قرآن میگه که انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجسون، چتل است، من عمل الشیطان. شراب و قمار من عمل الشیطان. الله میگه فاجتنبوه، اجتناب کنین از این چتلی ها. اما این مردم این کار کرده میرن. اینا کسی که رواج میتن، این کسایی که هتل هایی را میسازن، مالکین هتل هایی که موتل میسازه که در هتل از هر شب رقص از 400-500 نفر. این مالک هتل باید بفهمه که هر شب 500 کلیپ گناه در دفتر اعمال ازی میرسن، ولی به خاطر حاصل کردن پیسه باید امی قسم هتل را بسازه که هر شب دامین از او رقص است. پس برادرای عزیز، خواهرای محترمی که صدای ما را میشنوند، گناه هایی که جاریه هستند، گناه هایی هستند که یک کسی او گناه را خودش میسازه و بالاخره به دسترس دیگران هم قرار میدن. و امروز از طریق موبایل، از طریق تلفن، از طریق کامپیوتر، از طریق اینترنت، از طریق رسانه های اجتماعی این گناه ها چی هستند. و تا روزی که این کلپ فساد تو، رشخندی تو، دروغ توست، یک نفر یک دروغ میگه،
در روز قیامت برش 1 میلیون دروغ نوشته شده. 1 میلیون دروغ. چرا که 1 میلیون نفر دروغ از این شنیدن. 1 نفر گناه میکنه، فوراً گناه خود فیلم برداری میکنه و این در اینترنت میپرتن. 10 میلیون نفر این میبینه و این خودش فوت میکنه بعد از مرگش. این گناه از دوامدار است. این آوازخانه، این رقاصه ها، از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو از جو. از این خاطر بسیاری کسا میگن فلانی صاحب خنده سالار است، فلانی صاحب شبکه خنده است، فلانی از ستاره افغان است. تو ستاره افغان، تو شبکه خنده، تو خنده سالار، شما کسایی که مردم ساعتها به گناه مبتلا میکنین و این کل پایتان انداخته میشه، فراموش نکنین که اگر یک دفعه در یک اکسیدنت برابر شدی و مردی و تو رئیس تلویزیون و تو ادیتور تلویزیون، وقتی که تو مردی این گناهی تو به شکل جاریه و دوامدار، فایل گناه های تو بسته نمیشه. من رسول الله صلی الله علیه و سلم میگم من سن سنتا حسنه فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. یک کسی یک کار نیک را تأسیس کرد، یک برنامه اسلامی را تمویل کرد، یک درس قرآن، یک درس تفسیر، یک حلقه درسی را این را تأسیس کرد، فله اجرها و اجر من عمل بها الى یوم القیامه. سیکنین تا روز قیامت است، تا روز قیامت است. و من سن سنتا سیئه، و یک کسی یک کار زشته، اینمی که تو در فیسبوکت دروغ میگی، اینمی خو وقتی که در رسانه انداختی دیگرها کاپی کرده میره، لایک کرده میره، به دیگرها انتقال میکنه. پس یک دروغ تو اینمی قسم مان فوت کردی. و رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که یک کار زشت تأسیس کرد، یک کار زشت را کرد، فعلیه وزرها، گناهش بالای ازی است، و وزر من عمل بها، و کسایی که ای کلپ موسیقی تو را، ای کلپ رقص تو را، ای کلپ ساز تو را، رئیس جان تلویزیون، نوشک جان، تا روز قیامت سازنده را از خارج میاری کت پیسه یک جیبت و او را میرقصانی و مجلس رقص گرم نگاه میکنی و باز حجا میری حاجی صاحبان میشی و باز مردم های منافق ترا میگه در جنتی درجه یک. الله میگه که رسول الله صلی الله علیه و سلم چی میگن؟ فعلیه وزرها، بالای از گناهش است، بالای هنرمند، بالای سازنده، بالای رقاصه، بالای کسی که خواندن نو جور کرده، بالای کسی که رقص نو را ایجاد کرده، بالای کسی که برنامه گناه جدید را ساخته از مغز خود و این را در تلویزیون و در خود نشر کرده و در اینترنت انداخته. رسول الله صلی الله علیه و سلم از عصر ما و تو گپ میزنه که فعلیه وزرها و وزر من عمل بها، بالای از این گناهش است و گناه کسانی که این کلپ ها را سیل میکنن، گناه کسانی که این رقص سیل میکنن، گناه کسانی که این خنده بازار را سیل میکنن الی یوم القیامت، تا روز قیامت. و به می شکل کسایی که قانون ضد شریعت اسلامی را می سازن، قانون ضد شریعت الله را، قانون را ضد قرآن و سنت می سازن، در بین مردم مروج می سازن، متوجه باشن تا وقتی که این قانون کفری در امون مملکت دوام میکنه و تا زمانی که اینمی بیدینی دوام میکنه، اگر خودش مردار هم شده باشن تا روز قیامت برش این میرسن. این رهبرای کمونیسم و رهبرای کمونیست، جوانایی را که او وقت کمونیست ساخته بودن که آل ریش سفید هم شدن دمو کفر خود دوام میتن، آل هم از کمونیسم دفاع میکنن،
یا فراموش نکنه که گناه از اونا تا روزی که او را دموی حزب کفری دعوت کرده، تا روزی که دمی حزب جریان داره، این گناهش به مو رهبر اولی رفته میره. فعلیه وزرها و وزر من عمل بها الی یوم القیامه. بسیاری کساس احزاب بیدینی، احزاب قوم پرستی، احزاب زبان پرستی به نام ستم ملی، به نام پشتونخوا، به نام فلانی ازبکخوا و به نام تاجکخوا و به نام فلانی و فلانی احزاب جور میکنن و بالاخره مردم به طرف از این دعوت میکنن تا زمانی که این حزب بیدینی که ضد شریعت الله هست به رهبر اولی ازی گناهش میرسه الی یوم القیامه، تا روز قیامت. پس انسان هوشیار کسی است که سخنی را در موبایل خود نشر کنه که در رضایت الله و رسولش باشه، کاری را بکنه. الکلمت الطیبه صدقه. رسول الله صلی الله علیه و میگه که سخن خوب صدقه هست. یک کلمه خوب بگو. ما یک جای میرفتم، یک کسی در پشت موتر خود نوشته کرده، چقدر خوب است، نوشته کرده که بگو برادرم نسبت به بیکاری بگو لا اله الا الله. ما اونجا متوجه شدم، گفتم لا اله الا الله محمد رسول الله. در دلم گشت الله ایره اجر بده. سعی کردم موتر خود، یکی دیگه در پیش روبروی شیشه که موتر خود خورترک نوشته کرده بود که وقت بیکار ششی نسبت به بیکاری ذکر الله را بکو، برای خود اجر کمایی بکو. باور بکنید وقتی که من را خواندم راستی فراموش کرده بودم، فورا شروع کردم به ذکر الله. گفتم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. در موبایل یک کسی یک روز برای من روان کرده بود، نوشته کرده بود که یک درود بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم بفرستید. دعوت است. معمول لحظه گفتم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. ببین شما در موبایلتان دعوت کردن از مردم که تسبیح بخوان، کلمه بخوان. آیا نمازت را خوانده؟ یک استاد آمد یک روز گفت که جوانای دعوتگر چقدر موثر است. استاد بسیار سفید است، از مکه سنش کلان است. گفت یک بچه این بود که هر قدر بهش به نماز میگفتم ای به نماز نمیخواد، بسیار سست تنبل بود. هر قدر که گفتمش نه به زور نه به فشار به شکل نشد. گفت دیگر سال میگم جای نماز هوار کردن نماز میخواد. این پدراست دیگه. بگه من رفتم برش گفتم که یک گپک غیر اکادمی که برش گفتم، گفت که برش گفتم که تو چطور تا دیروز نماز نمیخوانی؟ من چقدر تو را گفتم امروز نماز میخوانی؟ گفت که والا یک مسیج برام آمده بود، یک جوان نوشته کرده بود که آیا با خالقت روزانه 5 مرتبه گپ میزنی؟ آیا اگر با خالقت گپ نمیزنی تو خود جنگی هستی کت الله؟ اگر امروز فوت کنی تو در حالت جنگ با الله هستی. بی نماز کسی است که کت الله در جنگ هست، کت الله گپ نمیزنه. نماز گپ زدن با الله هست. گفت امی 4-5 جمله را امی جوان در مسیج برای ما روان کرد. وقتی که میگه میره خواندم یک دفعه در وجودم مفاهمت تغییر آمد، فورا وضو کردم و توبه کردم، آمدم با خالق متعال آشتی کردم و گپ شروع کردم، چون من نمیفهمیدم. پس خوشا به حال کسی که عمل میکنه که جاریه بر از او فایلش بعد از مرگ باز باشه و هر روز برش حسنات بیاره که فلان شخص به نماز سر نماز آورده بودی، تا روزی که نماز میخوانه یک کاپی از نماز از او، بدون از او که نماز ناقص شود، یک کاپی از او برای فایل تو هم میرسه و تو در قبر و تو در میدان حشر در وادی بعد از مرگ برای ثواب از او تا زمان میرسه که او نماز میخوانه، بی دین دیندار میشه، بی ایمان ایماندار میشه، غلام کفر به طرف عبادت الله میره، انسان حرام خور به طرف حلال حرکت میکنه. و الله متعال ما را توفیق نصیب بکنه که کار بکنیم که به نفع دنیا و آخرت ما باشه و سعادت دنیا و آخرت نصیب ما بکنه. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم فاستغفروه انه هو الغفور.